سلام برسه برادر. سلام بخیر. اسم مبارک کن. سید کمال. سید کمال عزیز، چطور است وضعیت کاروبار در هوای سرد زمستان؟ هوای سرد دیگه میشه چیز دیگه کاروبار 300 400 میشه تقریبا. بازی نفقه فامیل شما را کفایت میکنه؟ ولا قصایی دیگه نمیکنه. عوام بسیار زیاد سرد است. چند نفر اعضای فامیل هستین شما؟ یک 7 نفر هستیم. 7 نفر 300 افغانی چیز نیست دیگه. نه خدا 300 افغانی چیز نیست دیگه فقط همی شیشه پاکنای معتراض دیگه. شیشه پاکنای. دانه چند است؟ فیدانی چند میفروشید؟ دانه 50 افغانی. دانه 50 افغانی. بگین تمام سرمایه شاید از 500 افغانی زیاد نشه دیگه. 500 افغانی میشه. 500 افغانی میشه کلش. خدا رحم کنه. تشکر. زنده باشین. دوستان عزیز، اگر میخواین که فامیل های بی بضاعت و مستحق شما دستگیری کنین، کمک کنین، معاونت کنین، کمپاین بسته های مواد خوراکی ما شروع شده است. ما برای هر فامیل تقریبا $100 اختصاص دادیم. شما میتونین که این پول ها را در دسترس ما قرار بدین که ما فامیل هایی که واقعا مستحق هستند و در این هوای خیلی سرد بروی جاده ها بیرون شدن و متاسفانه شاید باشم کسایی که با 30 افغانی یا 40 افغانی اینا به خانه دوباره باز میگردن. از خاطر دوستان معزز شما ما را امیدوار هستم که کمک کنین، دستگیری کنین، هر کس به اندازه تواناییش. ان شاء الله که خالی از اجر و پاداش نخواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که مؤمن شمرده نمیشه کسی که خودش سیر باشه در حالی که همسایش گرسنه بخوابه. و تمامی هموطنان عزیزمان در واقع بدون شک همسایه از همسایگان ما هستند. این 4 اطراف ما در واقع زندگی و اینا حق دارن بر ما. دوستان عزیز دستگیری کنین تا بتانیم لبخند بر لبان هموطنان عزیز خود در این روزها و ماهای سرد زمستانی بیافرینیم. شما میتونین از طریق لینک که در روی صفحاتان مشاهده میکنین از طریق نیز میتونین کمک کنین و همچنان ما اکانت داریم در اروپا. دوستانی که خارج از کشور زندگی میکنن میتونن که از این طریق کمک‌هایشان به ما روان کنن و در ضمنش از طریق حواله نیز میتونین شما در هر نقطه که هستین مبلغ یاد شده ای را که ذکر کردم میتونین به دسترس ما قرار بدین. ان شاء الله خالی از اجر و پاداش نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.